این نمود بخاری بابایی در 24 سیمخانه مکتب 21 دهه شاهبیکه ناحیه واسه نصب شده است، اما در این سرمای زمستان در آنها آتش نیست. خوانندگان هم در صنف‌ها با لباس‌های قفس و کلاه در سر درس می‌خوانند. در یکی از پیچ‌ها پاره‌های کاغذ می‌سوخت. آتش زودگذر گنجینه امید در صنف 11 می‌خواند. او از گرم بودن صنفخانه میگوید، ولی لباس قفسش را در صنفخانه از تن بدر نمی‌کند. این خواننده در اول قائل شد خودشان برای گرم کردن صنفشان هیزم و تپک می‌آورند، ولی اشاره‌های مدیر او را مجبور کرد که دوام سخنش را دیگر کند. در یک روز 2 مرتبه از سحر و نصف روزی. اما از طرف ماموریت می شود، از طرف خوانندگان می شود، سوزشواری می بیارند خوانندگان و همون سوزشواری که از طرفی یعنی که از مؤسسه می شود. مدیریت مکتب هم میگوید که آنها در انبارشان ذخیره هیزم دارند، اما در انبار مکتب دیده می شود که ذخیره به گفته رهبریت مکتب راست نمی آید. در مؤسسه هیزم خشک 20 کوب، مانا 2500 دانه زیادتر تپک داریم و زیاده از 75 لیتر مواد سوزشواری دیزلی. بعضی پدر و مادران هم از پولپرسی فرزندانش و صنفخانه‌های سرد مکتب شکایت میکنند. 10 نبیره نورعلی دولتوف در این مکتب میخواند. او میگوید که از مکتب کهنه مکتب نو سازند او بهتر است. باید نیست شکایت هم کنه با کی میکنه آخه این فوند معرف کجا میشود رو با خلق آوردگیان. سردی صنفخانه‌های این مکتب در حال دیده می شود که بنابر شکایت‌ها در شبکه‌های اجتماعی این حالت خاص تنها یک مکتب یا ناحیه نیست. مؤلفان نمونه‌های زیاد می‌آورند. حالا آنکه هنوز در ماه مارس حکومت دستور داده بود که تمام مؤسسه‌ها از جمله مکتب‌ها به زمستان سال 2020 و 21 آماده شوند. در ریاست مالیه منطقه کلاب هم گفتند که برای زمستان گذرانی مؤسسه‌های تعلیمی 1,817,000 سومانی جدا شده است. پدر و مادران میگویند شاید این مبلغ کمی کرده است که از آنها نیز پول ستانیده می شود، ولی با وجود این مکتب‌ها سردند.